یک شاخ گل، برنامه شماره 344. یک شاخ گل دماغ پرور، از خرمن 100 گیاه بهتر. این برنامه با همکاری قوامی، نجاحی و امیر ناصر افتتاح در مایه شور تنظیم یافته. اشعار از قدسی مشهدی، گوینده شکوه رضایی. هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد، تا باده بود غم به کسی کار ندارد. عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، همسایه دیوار به دیوار شرابیم. ناگفته ماند 100 سخن آرزو مرا، لب بست ناامیدی از این گفتگو مرا. من دل به خال و خط ندهم مهر پیشه کن، من دل به خال و خط ندهم مهر پیشه کن. بلبل نیم که مست کند رنگ و بو مرا. ابیاتی که شنیدید از قدسی مشهدی، شاعر عهد صفوی بود. نام وی محمد جان و به قدسی مشهور است. در اوان جوانی به زیارت کعبه مشرف شده و پس از چندی سیر و سیاحت به هندوستان رهسپار گردید و در دستگاه شاه جهان پادشاه هند منزلتی عظیم به دست آورد. سرانجام در سال 1056 هجری در شهر لاهور چشم از جهان فرو بست و زندگانی فانی را بدرود گفت. از قدسی مشهدی دیوانی مشتمل بر قصائد و غزلیات و مثنویات و ترکیب بندهایی باقی مانده است. هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد، تا باده بود غم به کسی کار ندارد. مطرب مده از دست هوس طره ساقی، مطرب مده از دست هوس طره ساقی. قانون طرب بهتر از این تار ندارد. شب هم نفسی غیر می ناب نداریم، تا چشم قدح باز بود خواب نداریم. ساقی به صبوحی نفسی پیشتر از صبح برخیز، که تا صبح شدن تاب نداریم.
ناگفته ما صد سخن آرزو مرا ناگفته من صد سخن آرزو مرا لب است ناامیدی از این گفتگو مرا من دل به خار خط ندهم مهر پیش کار بلبل نیم که مست کند رنگ و بو
پیمان ما به باده درست است و داده روز نخواست دست به دست صبور قدسی چه حالت است که آلوده تر شوم هرچند آب دیده کند شست و شو مرا این بود شاخ گل شماره 344.